چند پند ارزشمند آوردم. باور به خودت را از دست نده. اگر تو به خودت ایمان نداشته باشی دیگران هم به تو ایمان نخواهند داشت. زمانت را عاقلانه خرج کن. وقت با ارزشترین دارایی توست، آن را روی چیزهایی که اهمیت ندارند هدر نده. کمتر حرف بزن، بیشتر گوش بده. با گوش دادن بهتر یاد میگیری و ارتباطات بهتری برقرار میکنی. از شکست نترس. هر شکست فرصتی برای یادگیری و پیشرفت است. با آدمهای مثبت معاشرت کن. اطرافیان تو روی شخصیت و افکارت تأثیر زیادی دارند. خشم را کنترل کن. تصمیماتی که در لحظه خشم گرفته میشوند اغلب پشیمانی به همراه دارند. به دیگران خوبی کن. مهربانی و کمک به دیگران نه تنها آنها را خوشحال می‌کند بلکه زندگی تو را نیز غنی‌تر می‌کند. مطالعه را فراموش نکن. دانش و آگاهی چراغ راه زندگی است. زندگی را سخت نگیر. گاهی بهترین کار این است که لبخند بزنی و از لحظه‌ها لذت ببری. شکرگزار باش. قدردانی از آنچه داری تو را شادتر و آرامتر می‌کند. و فعل و لایک یادتان نرود.